اودینایز نه ما سیستم که میتونم همیشه میخوام بدون از بازاریت که دادم باشه احتمال از من نگاه که میستم بیایم بچه دار آدم بیاد ها داشته میزنم گوش کنی نه چه فکر کنم حق قرات که خیلی زده من به دست برداشت آدمی بچه دار به شما زیر دستی من نگیز داشتی اینجا تو تو میش میکنه میگه سوکا میگه تو دم تو دستی تو کیفی تو نه جواب دیا تو میش میکنی من به اون شرم حیاتون نیست برای فروش شما کی میگه تو حیاتون برو دیگه با طبیبان هم آسان نیست. همیشه در فکر خلق هستند، همیشه در خدمت خلق هستند. بله، با جای آنها اگر خودمون را بذاریم باور کنید شب و روز هیچ وقت ما دوادم کرده نمیتوانیم. خدای نکند یگان مشکلی یا اینکه یگان حادثه ناخوشی رخ دهد، همان شب در همان بیمارخانه طبیبان تا صبح در خدمت هستند. اسباب کار و باری همان بیمار می شوند و همچنین نافهمی ها هم می شود که بعضا من بسیار بیمارخانه ها را دیدم که با طبیب رزبار می کنند، با طبیب جنگ و جنجال می کنند. این همه سبب در چیست میدانید؟ این همه سبب نافهمی همان شخصی است که با طبیب یعنی که جنگ و جنجال می کنند. آخر طبیب این فرزند پدر ما نیست که همیشه در خدمت ما باشد. وای هم به خود سردار دارد، وای هم به خود بیمار دارد. یک طبیب نمیتواند که به همه یعنی که واضح بگیم اثبات کند. برای همین دوستان عزیز منتداری خود را بر تمام طبیبان جمهوری تاجیکستان میرسانم که همیشه در خدمت هستند، همیشه در خدمت خلق و خدمت مردم هستند. اینها همه را ما نادیده نمیگیریم. بگذار بیمارخانه ها تنج و بیماران شفای کامل و طبیبان سعادت و سربلند باشند. زیرا اول خداوند، دوم با کمک همان طبیبان بیماران شفا می‌یابد. خدا شما را در پناهش نگه می‌دارد.